ممنون واسه اینکه حمایتم کردی. سفر خوبی داشته باشی. در رو ببندی کافیه. میگه سفر خوبی داشته باشی. صبح بخیر دوستان. دست درد نکنه. ممنون. صبح بخیر. ظاهرا صبح تو بخیر نیست. آره به خدا. گرسنه ای؟ فوق‌العاده ای. واقعا دست درد نکنه. بفرما. اصلا خجالت نکش، بخور. دمت گرم. میخوای جواب بدی؟ اگه نخواد حرف بزنی چی؟ جواب بده. خب جواب بده دیگه. خب پس برم اونور. عمر داداش. آرتا؟ عمر پلین در مورد چیزایی که بهشون رسیدی گفت. خواستم کمکت کنم. نظرت چیه؟ میشه؟ مگه میشه نشه داداش؟ خیلی هم خوب میشه. آرتا گوش کن ببین چی میگم. میتونی بررسی کنی ببینی نیلوفر چه نسبتی با لطیفه داره؟ من فکر میکنم خواهرش باشه ولی تو بازم چک کن. فقط یکم عجله کن باشه؟ راستش فکر کنم همینطوره. ولی 3 روزه که نخوابیدم روی پرونده کار میکردم. بذار چک کنم بهت میگم باشه. عمر راستی صبح الوا خانم سر زدم. حالشون خیلی هم خوبه. اصلا نگران نباش. خب ممنون داداش. زنده باشی. خب پس چک کردی به هم خبر بده. چشم. خوش اومدین لطیفه خانم. خب دیگه تمومش کنیم. کف در اومد. Buongiorno. Buongiorno. La prego, si accomodi. La prego di mettere subito i soldi sul mio conto. La prego di firmare qui. خب امضا کن ببینیم. آفرین. واقعا حرفه‌ای هستی. اگه بابات میدید اشک تو چشماش جمع میشد. جانم داداش. پیداش کردم. این نیلوفر خواهر لطیفه است. دختر کوچیک خانواده. خب دیگه چی؟
دختر دانشجوه، نیویورک درس میخونه. آرتا ببینم این دختره الان کجاست؟ رو دیگه نمیدونم ولی این تحقیق پلینو بفرست خونه‌شون، بره اونجا بگه دوستشه تا بتونه اطلاعات به دست بیاره. یک کاسه زیر نیم کاسه هست. باشه داداش. حله، صحبت میکنیم. باشه من میرم تا ببینم چه خبره، ولی خب امکان داره دختری با اون سن سال یه دوستی مثل من داشته باشه. من کجام شبیه دانشجو است؟ آره خب فرسوده شدی. آرتا ای بابا دختر، خب مگه قراره حتما هم دانشگاهی باشین؟ مگه قانونه که دوتا دوست با هم سن باشن؟ باشه عزیزم، پس از کجا میشناسمش؟ چیز میتونه باشه، مثلا دختره همیشه میره باشگاه ورزشی، مثلا میگی همکلاسی پلاتس بودی، تو هم که هیکلت خوبه ماشاءالله. خیلی خوب دیگه، بجون عمر منتظرمونه، بریم سراغ اونا. چه چیزایی تو گیر میدی یا؟ بگیرش دیگه، بجون عزیزم بجون. بیسیمو بردار. بابا با این قیافه کی باور میکنه من دوستشم؟ ای بابا چقدر قر میزنی پلین، خیلی دیگه قر میزنی. آرتا من این کیفو از بازار 20 لیر خریدم، خب وضع لباسم هم که میبینی، به نظرت میخوره با اون بچه پولدار برم باشگاه ورزشی؟ امکان نداره حتی این دختره رو شانسی تو رستوران ببینم، چه برسه به اینکه باش دوست باشم. راست میگی، تو فوقش خدمه اون باشگاه میتونی باشی. آرتا خیلی خوب، بیا من کارتو راه میندازم. بیا. ای بابا روم، ایتالیا. آفرین به تو، از چیزی که فکر میکردم بهتر بوده. من به قولم عمل کردم. الان نوبت شماست. نیلوفر باید تو فرودگاه استانبول منتظر من باشه. نگران نباش. راستی فکر نکنین من میزنم زیر قولم. من قرض بابامو میدم، به هر طریقی که شده اون الماسا رو پیدا میکنم و میدم بهتون. واقعا قابل تحسین هستی. به سلامت. مامانی عزیزم خوبی؟ خوبم مامان، تو چطوری؟ میدونی این دختر دیوونه تو نیلوفر چی کار کرده؟ اومده پیش من. جدی میگی؟ لابد واسه همین نرفته هتل طاهر. آره دیروز کلن با هم بودیم. ای بابا از کار این دختر سر در نمیارم. میگفت باید برم دانشگاه، الان اومده پیش تو. به هر حال الان پیشته؟ بده صداشو بشنوم، خیلی دلم براش تنگ شده. مامان من الان بیرونم. وقتی اومدم بیرون نیلوفر خونه خوابیده بود. دیروز کل روز با هم گپ زدیم. وقتی برگشتیم استانبول باهاش حرف میزنی دیگه. نیلوفرم میاد؟ خیلی خوشحال شدم. از خونه میبینم مامان، دیگه ناراحت نباش باشه. مامان من دیگه باید تلفن رو قطع کنم. میبوسمت عزیزم. منم میبوسمت عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا دروغ گفتی که دیروز با خواهرت بودی؟ چی میخواستی بگم؟ میگفتم دیشب یه غریبه پیشم بود، یا اینکه بابام یه سویت اجاره کرده بوده و اینجا میومد، یا اینکه کاراش غیر قانونی بودن و منم بخشی از این جریان هستم. آره واقعا میتونستم به مامانم که تازه شوهرش فوت کرده یه سری خبر ناب بدم. نه نیلوفر از نیویورک برمیگرده، فرودگاه هم دیگه رو میبینیم. باید وانمود کنیم که با هم بودیم. نمیدونم چی کار کنم. خب آروم باش، فقط یه سوال کردم. ببخشید، عذر میخوام، واقعا اعصابم به هم ریخته. چای میخوری؟ چای خشک داریم. واقعا چای ترکه. لیوان کمرباریک نداریم ولی خب معمولیش هست. باشه چایی بخوریم. ولی تا الان کجا بودی؟ نگرانت بودم. آقا اون مشکیه رو میدیم به من؟ اینو میگی؟ نه کناریش. این یکی؟ آره همون. بفرما. خوشگله.
خب قیمتش چنده؟ صبر کن بابا، من میگیرم برات. خب آقا این چقدر میشه؟ 200 لیر. نه بابا چی مگه اصل که نیست؟ داداش من میدونه قیمت اصلش چنده. اینکه قلابیش 200 لیر باشه منطقیه. اینو نمیشه از اصلش تشخیص داد. کارشناس کارخونم نتونست تشخیص بده. بس دیگه خیلی حرف زدی. ما پلیسی. خب یا 50 لیر میدم و اینو هم الان بده به من، یا اینکه میگم بیا مغازه‌تو ببندم. خب قربون چرا از اول نمیگی؟ اصلا به شما کادو میدم. اشتباه کردی ببخشید. نه کادو قبول نیست. بیا اینم 50 لیر. قیمتش همینه دیگه. اینا دارن گرو میدن. کار درست انجام دادن. بفرمایید. آقا ممنون. ممنون. سلامت. روم، ایتالیا. یعنی دیگه دنبالشون نمیگردی؟ آره، در واقع اینجا خبری از الماس نیست. دیگه میخوام شرکتم بفروشم. نمیخوام بخشی از کارهای غیر قانونی باشم. ولی بهت قول میدم اگه در مورد نامزدت به چیزی برسم حتما بهت خبر میدم. ولی دیگه باید مسیرمون جدا بشه. ممنونم واسه همه چی. باشه، هر جور دوست داری. راستی چای خیلی حال داد. دمت گرم. نوش جون. خب چطور شدم؟ خب یه چیزی بگو دیگه. به خدا خیلی هم خوبه. البته اگه بتونی باهاش راه بری دیگه حله. خیلی خب بریم، خیلی دیرمون شد. بفرمایین. پلین بعضی حرکاتت خیلی تابلوان. اصلا لطافت زنونه نداری. یکم نقش بازی کن. خیلی خوب. ای بابا، ای بابا. دامنم بهت میاد پلین خانم. به من که نمیاد. پلین خانم ما رو باش. فرودگاه لئوناردو داوینچی، روم، ایتالیا. یه صندلی کنار خودت برام بگیر. کدوم دوست نیلوفره؟ به من چیزی نگفت. این وقت روز چی کار داره که اومده؟ چرا بیخبر میان آخه؟ اصلا نمیفهمم. به هر حال الان سالن پذیرایی؟ بله خانم. باشه. خوش اومدین. انگار محل کار منه. منظره دفتر کار ما هم دقیقاً مشابه همینه. ببخشید زرین خانم، خودم رو معرفی نکردم بهتون. صدف هستم، با نیلوفر از باشگاه ورزشی دوستم. جدی میگین؟ خیلی خوشحال شدم. خدا رحمتشون کنه زرین خانم. ممنونم. ببخشید دیگه من وقت نکردم زودتر بیام. نتونستم برای تشییع جنازم بیام، خارج از کشور بودم. مهم نیست. بفرمید بشینید. ممنون. خب چطورین؟ نیلوفر چطوره؟ من سعی کردم باهاش صحبت کنم ولی بعد از تشییع جنازه گوشیش همیشه خاموشه. خواستم که بیام و از نزدیک جویی احوالش باشم. متاسفانه گوشیشو گم کرده. 1-2 روز بعد از فوت باباش رفت نیویورک. جدی؟ چه روزی؟ یادم نمیاد. متوجه شدم. فکر کنم شما از دوستای صمیمیش هستین. ببخشید
زیاد چیزی در موردتون نگفته، چون اکثر اوقات نیویورک دوستاشو به اون صورت نمیشناسم. بله خب حق دارین. کی برمیگرده زرین خانم؟ حتما باید رو در رو ببینمش تا خیالم راحت شه. انشالله امشب میرسه. رفته بوده روم پیش خواهرش، با هم میان. حتما اطلاع میدم که اومده بود. خیلی ممنون. خب دیگه عذر میخوام، من دیگه باید برم. بله. گردنبندت قشنگ. مال نیلوفره، ولی من درستش کردم. اگه اجازه بدی من میخوام یکم بخوابم. نیلوفر. نیویورک، آمریکا. نیلوفر در رو باز کن، میدونم اونجایی. نیلوفر. مرد؟ برو کنار ببینم. نیلو چی کار میکنی؟ مرد، نیلوفر اینجا نیست. نیلو به منم زنگ زد و گفت میاد ولی نیومد. مرد، میگم اینجا نیست. حتی خواهرش اصلی هم به من زنگ زد. همه فکر میکردن اینجاست. من نمیخواستم سوتی بدم. مرد، حرفمو گوش میکنی؟ یعنی چی خانوادش فکر میکنن اینجاست؟ نمیدونم. خب پس این دختره کجاست آخه؟ فرودگاه آتاتورک، استانبول. خب دیگه مسافرت تموم شد. خدا حافظ کمیسر. فکر نکنم دیگه ببینمت. شب بخیر. سری زنگ بزن. الو. آرتا خوبی؟ خوبیم داداش، خوبیم. خواستم یه سری اطلاعات بدم. بگو گوش میدم. داداش پلین رفت خونه اونا. همه فکر میکنن که دختره رفته نیویورک، ولی جالب اینجاست که از وقتی باباش فوت کرده این اصلا سوار هواپیما نشده. اصلا از کشور خارج نشده. نه نیویورک رفته نه. چه جالب. خب داداش خب این که خانواده اصلا در جریان اتفاقات نیست، در حدی که فکر میکنن امشب این دوتا آبجی با هم برمیگردن استانبول. خب بلیت نیویورکش برای چه تاریخی بوده؟ چیز یه لحظه. آها داداش برای سه شنبه یه هفته قبل بوده داداش. یعنی همون روزی که من جلوی شرکت دیدمش. هم دیگه رو بوس کردین ها. ببخشید نمیخواستم بترسونمت. نه شما منظور من اشتباه متوجه شدی. چی شده؟ بابوس میده. باشه الان قطع کن بهت زنگ میزنم.
کجاست؟ کجاست؟ هر کاری گفتین کردم، قول دادی قرار بود بیاریش اینجا. ما که به همین راحتی بهت دختر نمیدیم. واسه این که 2 امضا زدی و مسافرت رفتی دختر به این خوشگلی رو بهت برگردونم. این امکان نداره. تو آدم نیستی، تو آدم نیستی. واقعا که من برات متاسفم. من به فکر تو هستم. بهت گفتم که الکی اونجا منتظر نمونی. برو خونتون رو یکم استراحت کن. خودم بهت زنگ میزنم. دیگه لطیفه ثانیه به ثانیه‌اش رو ضبط کردیم. دیگه یه پولشو محسوب میشه. کسی که یه قدم در این مسیر برداره انگاری کل مسیر رو رفته. اینا رو بذار توی آرشیو، شاید یه روزی به دردمون بخوره. بهتر شدی؟ به خاطر نیلوفر ناراحتی؟ واسه این که نیومد. لطیفه من میدونم که خواهرتو دزدیدن، به خاطر اینکه آزادش کنن دنبال الماسایی. اونو تبدیل به اهرام فشار کردن. دروغ که نیست. تو چشام نگاه کن. ما اینجا پیاده میشیم. آفرین متین، کارو خوب مدیریت کردی. ولی خب لطیفه هم کارش درسته. درسته، دختر باهوش و خوشگلیه، ولی یه نقطه ضعف داره. خیلی احساسیه، خوشقلبه، با محبته. اگه تو این دنیا کسی رو دوست داری این یعنی ضعیفی. حل شد. خب دیگه بریم خونه. اینجا اداره پلیسه. الان میریم تو همه چی رو توضیح میدی. بعدش هم خواهرتو نجات میدی. لطیفه با این کار نمیتونی خواهرتو نجات بدی. اونا یه مش قاتلن. چاره جز مراجعه به پلیس نداری. نه ممکنه خواهرتو از دست بدی. تو دیوونه شدی. تو عقلتو از دست دادی. خواهر من آمریکاست. از کجا میگی که دزدیدنش؟ درسانی، من واسه پرداخت قرضای بابام دارم دنبال الماسا میگردم. خب چند بار بهت گفتم. جدی میگی؟ بله. باشه، من الان میرم اداره پلیس، هرچی تو ذهنم دارم و بهشون میگم و درخواست پیگیری میکنم. اون وقت میبینیم خواهرتو دزدیدن آمریکاست یا اینجاست.
آقا کجا؟ پلیسم بدش. خسته نباشی. ممنون. افسر نگهبانتون هست؟ تشریف ببرین اتاق آخر همین راه رو، من بهشون خبر میدم. خانوم من همراه این پلیسی هستم که الان اومده. بله خانم بفرمایید. من حساب تو میرم. عمر چی کار داری میکنی؟ کار احمقانه نکن. قضیه جدیه، باید به پلیس بگیم. چی رو باید به پلیس بگیم؟ خواهر من نیویورکه، تو دانشگاهه. زنگ بزنیم بهش. یعنی زنگ بزنیم جواب میدیم؟ عصرتون بخیر. ممنون سرکار. خوش اومدین خانم. بفرمایید بشینین. خب کمیسر چه کمکی از دستم برمیاد انجام بدم؟ میخواستیم یه گزارشی بهتون بدیم. گوش کنیم. این آقا دیوونه است. همش واسه خودش چرت و پرت میبافه. خواهش میکنم حرفاشو باور نکنی. آخه همکارم گفت شما هم پلیس هستین. بله من افسر پلیسم. خب قربان من هیچی نفهمیدم. میشه یکم واضح‌تر توضیح بدید؟ چیزی واسه توضیح نیست. نیست. خب بذارین من جریانو بهتون بگم. من و این خانم به صورت تصادفی آشنا شدیم. 12 همین ماه پدر این خانم و نامزد من به قتل رسیدن. وقتی پرونده ها رو بررسی می‌کردم متوجه مشکلات این خانم شدم. جون این خانم در خطره. به کمک احتیاج داره. نباید صدات در بیاد. به کسی چیزی بگی حتما به گوشم میرسه. پیش پلیسم بری من بازم میفهمم. خواهر تو جوری میکشم که تیکه هاشم نتونی پیدا کنی. بهشون گفتی؟ همه چیو گفتی؟ تو قایق که نیست، با دوستاشم که نیست. این پسر داره عصبانیم میکنه. خب دیگه تو برو، من میرم اتاق بالایی. باشه، شب بخیر. چیکار کردی؟ لطیفه خانم وقتی دید خواهرش نیست حسابی قاطی کرد. بعدش هم سواری تاکسی شدن و رفتن. با همون یارو بود که بوسش کرد، همون دوست پسرش. فکر کنم اومده بود پیشوازش. مطمئنی همون یارو بود؟ مطمئنی؟ عمو جان، مشکلی پیش اومده؟ مرده.